بری شعرانی صاحب در الیواقیت چیزایی را جمع کرده از این مردم ها که فلانی پیر اینطوری زنا میکرد، فلانی پیر نماز ترک میکرد، فلانی اینطور میکرد. خب بازم اولیا برش میگن و ما با چشم خود دیدیم. ایرا مولوی صاحب ای بسیار بسیار ولی بزرگ است. من گفتم چرا ولی بزرگ است؟ گفتی دمی کوها دی برفا میگشت، یک سگ داشت و نمونجا دمون زیر چنار زندگی میکرد. از پیشی سوال کردم که خب در برف گشتن در زمستان این ولایت است؟ اگر این ولایت باشه گرگا خیلی والی هستن و مست میشه وقتی که برف زده میشه. نه یک قدر عمر هیچ. خود دیگه چی کار میکرد؟ تا میشود در دکان که برابرش هر چیز میگرفت، کس دیگه چیز گفته نمیتونه. خب این دوست این کی صبور مالی مردم بی اجازت همونطور برده برو. دو سوم کدام جمعه را خواندن؟ نه. نمازش دیده؟ نه. خب کالایش چی رقم بود؟ ولی ایش پیشایش یک درو میریخت. خب عجیب است. افسق الناس پیر صاحب دخترها را کمر بسته میکنه، دیگه وقت اولادش میشه. خیرت خواست یه از کجا پیدا شد؟ این خود کمرش بسته شده بود. در فیسبوک ها دیده او زنی که در مزار فریاد میزنه، در خبرنگار فریاد میزنه که دیده بود عملا. و کسی را که او را آقا صاحب میگفتن اینه رژیسیا، اینه عبا و قبایش که میدیدی اونه عکسش در فیسبوک ها تیت شد. اونه چی میکنی؟ در فیسبوک ها در پنجاب در طرف ملتان او که مویایش بگوی یک ریسپان است لچ خو کده زنا برش میه که اینجا دست بزن در طعام کی برکتی شوه، اما عورتش معلوم میشه. اینه بدبختی، اینه حماقت. این دو چیز وجه گفت. ما سوم وجه میگم اینا بگویم والذی یعتقد فی الصالح والذی لا یعصی. او کسی که اعتقاد در مورد شخص صالح داره یا کسی که نافرمانی نمیکنه، مثل الخشب والحجر، مثل سنگ و چوب. احوان خیلی سبک است شرک از ممن یعتقد، از او کسی که عقیده داره فی من یشاهد فسقه و فساده و یشهد به، از او کسی که او را به امر الله شریک میدانه که فسقش به چشم سر میبینه، فجورش به چشم سر میبینه، خودش از پیش شکایت میکنه، میره چرغوک از اونجا شروع میشه. مسجد در پالیش است، در جماعت میاد پیر صاحب نه خیرت است، ولی اون نمازهای خود در کعبه میخوانه. چی رقم میره در کعبه؟ سر دیوال سوار میشه. کدام دیوال؟ دیوالی که خانه خوده. کدام دیوال سوار میشه؟ این بدبختی قدر بخیل است که یک دیوال حرکت داده میتونه همین مریدار خود ببر. یک نمازش یک لگ نماز اونجا تبدیل شود. الله اکبر نماز نیست. عجیب است. قطع زنا یک جای است، خنده میکنه، مذاق میکنه، شواتیر میکنه، چطور گم است؟ ولا و نفس کشته، نفس آلی و هیچ تکلیف سرش نیست. خود چرا روزه نمیگیره؟ الله گفته که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. آلی یقینی از راه ثابت شده، بسید از راه دیگه عبادت نیست. دمی کابلی تو نمیگه پا نیست. سوم و جرمه میگم که شرکی اهل زمانه ما از واقع خیلی سخت است. سریع او مردم خو یک نوع اشتباه می آمد. چه رقم یک نوع اشتباه می آمد؟ عیسی علیه السلام مرده را زنده میکرد، شکل پرنده را جور میکرد، بعد از او میدمید، به اذن الله چی میشد؟ پرنده واقعی میشد، بدن حرکت میکرد. یک نوع اشتباه خو سریع از او مردم میآید. اگرچه عیسی علیه السلام همونطور نکرده، به اذن الله به مردم بیان میکرد که به حکم کی میشه؟ الله سبحانه و تعالی میشه. خب بازم لیکن امروز که تو کسی را عبادت میکنی چرا از دستش دیده ای؟ مریدا را شانده، گوسفند، بز، بگوی دیگه ترپی، گو، بوره، چای، چاکلیت بیرون استاد هستند. کسی پندکی را بگیره، پندکی را مو کس میگیره که نامش همون چیز است. خورجین آورده سایکو که خورجین رفته اوجا. پیر صاحب میگه چرا قدر تکلیف کشیدی خورجین آوردی؟ گوسفند آورده، گوسفند والا مرید قطعش رفته رویسته. به اون مردکه میگه چرا تکلیف کشیدی؟ گوسفند آوردی. این مردکه ایران است که ختمه اینه در کجا دید؟ خبر نداره که تزویر است، چل است، گپاست، کاراست که هیچ پرسان نکن.
و من برای تو گفتم که جنیات خوی خدمت ها را برش میکنن. تو خو یک دفعه ازی سوال که پیغمبر را میشناسه یا نه؟ از سنت رسول الله بری مریدا را سوال کردی 20 سال در چی خانقاه تیر کردن، اگر یک دعای صحیح سنت پیغمبر اسلام یاد داشت بیا مرا اعدام کنی. 20 سال خودی پیرم پرسان میکنم از چند دانه دعا متعدد پرسان میکنم، اگر جواب داده تا نیست میگم بیشک. ولایت از کجا پیدا کرد؟ عجیب است. اذا تحققت، وقتی که ثابت شد ان الذين قاتلهم رسول الله صلی الله علیه وسلم، که او کسایی را که پیغمبر الله قتش جنگ کرده صلی الله علیه وسلم، اصبح عقولا، چی؟ اصح عقولا، بسیار از نگاه عقل درست بودن، و اخف شرکا، خیلی از نگاه شرک سبک بودن، من هؤلاء، از این مردم فعلی کرده. فعلم بدان ان لهؤلاء شبهتون، به این مردم یک شبهه است، یریدونها، وارد میکنه این شبهه را علی ما ذکرنا، بالای نمی گپای ما که ذکر کردیم. او کدام است؟ و هی من اعظم شبههم، این کلانترین شبهه از یاست. فصغ سمعک لجوابها، آلی تو گوش بمان برای جواب شبهه است. او شبهه کدام است؟ و هی انهم یقولون، یا مردم چی میگن؟ ان الذين نزل فيهم القرآن، و کسایی که قرآن در حقشان نازل شده در شرکشان، لا یشهدون، و خو شهیدی نمیدن الله اله الا الله، و خیره نمیگفتن، ابو جهل و ابو لهبی گپا نمیگفتن، و یکذبون الرسول، پیغمبر دروغ میپنداشتن، و یکذبون الرسول، تکذیب میکردن پیغمبر، و ینکرون البعث، از زنده شدن بعد از مرگ منکر بودن، و یکذبون القرآن، قرآن تکذیب میکردن، و یجعلونه سحرا، قرآن سحر میگفتن، میگردانیدن سحر. ما چی هستیم؟ و نحن نشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و نصدق القرآن، تصدیق قرآن میکنیم، و نؤمن بالبعث، زنده شدن بعد از مرگ قبول داریم، و نصلی، نماز میخوانیم، و نصوم و روزه میگیریم. فکیف تجعلوننا مثل اولئک، چه قسم ما را به مثل ازوا میگردانی؟ این شبههشان است و این کلانترین شبههشان است. جواب ببین. فالجواب انه لا خلاف بین العلماء كلهم، تمام علما یک مخالفت بین خود ندارند. در چی چیز؟ ان الرجل اذا صدق رسول الله، یک شخص وقتی تصدیق پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنه، فی شیء، در یک چیز، و کذبه فی شیء، و تکذیب میکنه پیغمبر در شیء دیگه، انه کافر. علما خلاف نداره که آدم چیز کافر است، لم يدخل فی الاسلام، در اسلام داخل نیست. یک. و كذلك اذا آمن ببعض القرآن، اگر یک کسی ایمان به بعض قرآن بیاره، و جحد بعض، و دیگه از بعضی چی بکنه؟ انکار بکنه. مثلا کمن اقر بالتوحید، اقرار توحید میکنه، لیکن و جحد وجوب الصلاه، وجوب نماز، فرضیت نماز چی میکنه؟ انکار میکنه. او اقر بالتوحید، اقرار توحید داره، و الصلاه از نماز داره، خو جحد وجوب الزکات، از وجوب زکات انکار میکنه. او اقر بهذا كله، ام توحید اقرار میکنه، ام نماز انکار نمیکنه، ام زکات فرض میدانه، لیکن و جحد الصوم، تنها روزه را انکار میکنه. او اقر بهذا كله، نه اقرار به توحید، نماز، زکات، روزه کلش قبول داره، و جحد الحج، تنها حج منکر است. کل علماء اتفاق داره که در این صورت آدم چیز کافر است. ولما لم ينقض اناس، هرگاه که نقد نکردن یک مردم در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم للحج، هرگاه گردن نماندن در زمان پیغمبر علیه السلام یک تعداد مردم برای حج، انزل الله فی حقهم، الله این آیت در حقشان نازل کرد، ولله علی الناس حج البیت، خاص برای الله است بالای مردم، یعنی فرض است بالای مردم قصد کردن بیت الله، من استطاع الیه سبیلا، کسی که توانمندی رفتن به او داره. و من کفر، کسی که نمیپذیر حج رفتن، فإن الله غنی عن العالمین، یادم کافر است و الله چیست؟ ضرورت نداره به مخلوق خود که او حج میره یا نمیره، کفر میورزه یا نمیورزه. از آیت معلوم شد که کسی حج و انکار میکنه او چی است؟ کافر است. و من اقر بهذا كله، تمامی گپاره حجم قبول داره، قطعی دیگه چیزا. خو جحد البعث،
زنده شدن بعد از مرگ انکار داره. کفر کافر است بالاجماع، کل علما متفق است از اول تا آخره. و حل چیست؟ دمه، خونش حلال است و مالش حلال است. کما قال تعالی، چی گفته؟ ان الذين يكفرون بالله، کسایی که انکار به الله میکنه و رسولی، به پیغمبرایش میکنه، و یریدون اراده داره یفرق بین الله، که جدایی بیاره بین الله و رسولی، در بین پیغمبران. و یقولون، میگن نؤمن ببعض، به بعضی پیغمبرا عقیده داریم و ایمان داریم، و نکفر ببعض، بعضیش انکار میکنیم. و یریدون یتخذوا بین ذلک سبیلا، در بین ازی برای خود یک راه جور کنه که اینی پیغمبرا را قبول داریم اینی را نداریم. اولئک هم الکافرون حقا، این مردم ها چی هستند؟ کافر حق است، واقعی است. فاذا کان الله قد صرح فی کتابی، وقتی الله تصریح کرده در کتاب خود، ان من آمن ببعض و کفر ببعض، کسی که به بعض ایمان داره به بعض کفر میورزه، فهو کافر حقا، او کافر واقعی است. زالت هذه شبهه، آلی شبهه چی میشه؟ زائل میشه. و کدام است؟ و هذه هی التي ذکرها بعض اهل الاحصاء فی کتابه الذی ارسله الینا. منطقه احصا بعضی مردمش امی گپا را نوشته کرده بود، در شیخ محمد رحمه الله برش روان کرده بود که تو چرا ما را مشرک میگی؟ ما خب اینطور کلمه میخوانیم، اینطور میکنیم. و کسایی را که الله مشرک گفته خب این کارا را نداشت. این برش شبهشان زائل کرد که برادر، در دین مقدس اسلام ولو که کل امورش انجام بدی که یک امرش انکار کنی چیستی؟ وقتی که یک نماز کلی گپا را قبول داری، یک نماز انکار میکنی، کافر شمرده میشی. توحید خو اساس کل عبادت هاست. اگر از این کار کردی، اگر توحیدی تا ثابت نکردی، امرای شرک انجام دادی، حالی تو بگو که کافر باقی میمون یا مسلمان. از این خاطر میگه و یقال ایضا، برشان گفته میشه، اذا كنت تقر ان من صدق الرسول وقتی که تو اقرار میکنی کسی تصدیق پیغمبر بکنه من کل شیء، در تمام چیزا، خو جحد وجوب الصلاه، انکار از وجوب نماز بکنه، فهو کافر حلال الدم است والمال است بالاجماع، کلگی قائل است. و كذلك اذا قرر بكل شيء الا البعث، کل چیزا را اقرار میکنه تنها زنده شدن بعد از مرگ انکار میکنه. و كذلك لو جحد وجوب صوم رمضان، کل چیز اقرار میکنه از وجوب رمضان انکار میکنه. و صدق بذلك كله، تصدیق تمامی از این میکنه. لا تختلف المذاهب فيه، مذاهب هیچ کدامش اختلاف نداره در این مورد. و قد نطق به قرآن کریم هم نطق کرده سر ازی که ما قدم نامستی که پیش تیر کردیم، ایتمن یادم کافر است، کلگی میگه کافر است. پس معلوم شد که ان التوحید هو اعظم فریضه، بزرگترین فریضه کدام فریضه است؟ توحید است. جاء بها النبی صلی الله علیه وسلم، که پیغمبر آوردن کرده سر ازو. و هو اعظم من الصلاه، توحید است چی کده بزرگ است؟ از نماز کده بگوی، و زکات و الصوم و الحج، از کلش کده. فكيف اذا جحد الانسان شيئا من هذه الامور، چه قسم شده بتانه که یک آدم از این امور انکار بکنه کافر میشه. ولو عمل، اگر چه عمل میکنه بكل ما جاء به الرسول، دیگه تمام چیزایی که پیغمبر آورد عمل میکنه، خاص یکیش انکار میکنه، او کافر است. و اذا جحد التوحید الذي هو دین الرسول، اگر انکار میکنه از توحید که دین کل پیغمبران علیهم السلام است، کلهم، لا یکفر، ای باز کافر نمیشه. یه عجیب است. از این خاطر میگه سبحان الله، پاکی برای الله است. ما اعجب هذا الجهل، چقدر تعجب آور است این نادانی که با یک فریضه انکار کافر میشی، لیکن با توحید که اساس کلگیش است اگر منکر میشی کافر نمیشی، مشرک خدا نمیگی. این کدام منطق است؟ کدام علم است؟ از این خاطر حتما جاهل هستی، نمیفهمی. و اینطوری جهل ما ندیدیم در مسلمان که مسلمانی قدر جاهل باشه. قرآن هم در خانهش است، حدیث پیغمبر هم میشنوه، علما هم در منطقه و دیارش است، و این به این حالت باقی مانده باشه. شما علی قضاوت بکنید. وظیفه علما چی است؟ وظیفه خود ادا کرده، در سر منبر کدام روز توحید تشریح کرده، کلمه لا اله الا الله را توضیح داده با مردم عوام. ما در خانه پدر و مادر پیدا شده، پدر و مادر دریور است، پدر دریور است، خلاص کلینری کردیم، بعد از او دریور شده، یک روز هم در مدرسه نرفته، در جمعه هم برابر نشده. اکثر مرا روان میکنه پیسه پیدا کو که بچه کاکای دستو پیش. خیر بعد دین از کجا یاد بگیری و چه قسم موحد شو؟ بگوی خود دین است. غمخوری مردم بکار است، زحمت کشی مردم بکار است. مردم که جان خود در
قتل میده به می خاطر میده که مسئله خیلی مهم است.